سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با بهترین غذاهای سیستان و بلوچستان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. یک کشک زرد که هیچ ثباتی به دیگر کشک‌ها نداره که زرد به عنوان کشک سیستانی و کشک زرد زابلی شناخته میشه. شکل پودری و زرد رنگ داره. از ترکیب ادویه، زردچوبه، گندم برقور به دست میاد. یه نوع سوپ هم هست. دو تباهک یکی از غذاهای لذیذ بلوچستانه. قدمت تاریخی داره. در گذشته برای جلوگیری از فاسد شدن گوشت آن را درون پودر انار و نمک قرار میدادن. سپس برای چند روز زیر نور آفتاب میذاشتن تا خشک بشه. میز همین گوشت خشک شده را ساعت همراه با نمک و فلفل درون آب میجوشونن و از آب آن برای طبخ برنج استفاده میکنن. دوغ پا نوعی خورشته به جای آب با دوغ پخت میشه. موادش هم لپه، پیاز خرد شده، روغن، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و زعفران که با پلو سرو میشه. هنوز نوعی کباب لذیذه که در منطقه بلوچستان طبخ میشه. کبابی که درون تنور تهیه میشه. چه گوسفند رو به قطعات بزرگ تقسیم میکنن و آن را به سیخی از جنس چوب نخ میکشن. در نهایت این سیخ‌ها را درون تنور میذارن تا کباب بشن. اگر هم بخوان گوشت خیلی خوش نشه، داخل تنور ظرف آبی میذارن و فضا داخلی مرطوب میشه. گوشت آبدار و لذیذ میشه. لنجو یا آبگوشت ماهی سر مردم این استا آن را با دوغ میپزند. با اون دوغ یا ماهی دوغ هم گفته میشه. ابتدا ماهی را با موادی مثل پیاز سرخ شده، نمک، فلفل، آچار زابلی میپزند. بعد آن مدتی ماهی را از آب بیرون میذارن. ماهی را کمی حرارت داده و در نهایت این دو کار را با هم کنار هم سرو میکنن. به آب مواد داخل آن هم آبگوشت میگویند. آچاری که از ادویه‌های سنتی قدیمی منطقه سیستانه که از ترکیب چندین ماده غذایی مثل گندم، پیاز، تخم گیشنیز و زیره و غیره تهیه میشه. دوغ برک یکی از غذاهای ساده سیستان و بلوچستانه که با موادی مثل آرد، روغن، نمک، ادویه و دوغ تهیه میشه. آرد رو در روغن سرخ میکنن و سپس دوغ را با آن اضافه میکنن. این غذا را تا قبل از جوش آمدن هم زد تا مواد یک دست بمانه. به قول سیستانیا پچ نشه. آبگوشت زابلی از پیاز، گوشت، لپه سیزدمینی و گوجه فرنگی مواد اولیشه. تنها تفاوت اصلیش ادویه‌شه. ادویه آچار رو به آن اضافه میکنن. اوجیزک نوعی غذای محلی شبیه به آبگوشته. البته که گوشت نداره. برای افراد گیاهخوار گزینه خیلی خوبیه. از گوجه فرنگی، روغن محلی، پیاز، آب و سیب‌زمینی تشکیل شده. آچار هم به آن طعم دلچسبی میده. بعضی افراد در انتهای پخت تخم مرغ هم به آن اضافه میکنن. املت سوزی با استفاده از گیاه سوزی طبخ میشه. پیاز، سیب‌زمینی، تخم مرغ، سیر، نمک، فلفل و روغن هم دیگه موادش که در تهیه این غذا به کار میره. میتونیم به جای سوزی از اسفناج هم در این پخت استفاده کنیم. بتماش بیشتر مخصوص منطقه چهاربهاره. شبیه دم پخته که از برنج و ماش و سبزی‌های معطر تشکیل شده. بیشتر در فصل‌های خنک و پرباره میل میکنن. پکوره غذای محبوب در استان سیستان بلوچستان که از کشور همسایه همچون افغانستان، پاکستان به مناطق جنوبی کشور آمد. این غذا به قدری محبوبه که نه تنها در خانه‌ها بلکه در کوچه و خیابان‌ها هم فروخته میشه. آب و خمیرمایه، پیاز، گیشنیز و فلفل، ادویه، آرد و گندم، آرد و نخودچی از مواد اونه. پلو زعفرانی اصالتش مال کشور پاکستانه. بیشتر در منطقه چابهار طرفدار داره. از مغزهای مختلف مثل پسته، بادام، گوشت قرمز یا مرغ البته پلو زعفرانی درست میشه. تفاوتی چندانی با مرسا پلو نداره. ماهیک پچ غذاهای لذیذ مردم بلوچه. از خمیر از آرد گندم آماده میشه. آن را پهن به دو قسمت تقسیم میکنه. سپس ماهی تازه را که با درخت خرما روی آتش کباب کردن لای خمیر میذارن و آن را داخل تنور میپزن. دوستان مرسی تا اینجا همراهم بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.